السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وكل بلدستان عزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. همگی خوب است انشاءالله، احوالتون خوبن؟ خوش آمدن. بفرمایید دوستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نایستمش برادران اومدم اینجا فونکسیونش خیلی چیزایی خود دوستا باشه اگر نگامش نویسین کو. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب است انشاءالله دوستای عزیز، احوالکاتون خوبن؟ اینجا نمیدونم چی فونکسیای اجدان یک گوستی میگه کوگم تا دگر بتونی بالا برموده انشاءالله بسم الله کنی. نگم نشیدویی که براتون پیسندیده هست انشاءالله بفرمایین، خدمت هستیم برادران. الله برکتون عطا کنه انشاءالله که نویسین. یکم موضوعی براتون مهم، مادر باشه پدر باشه یکم چیزی که باشه براتون پیسندیده انشاءالله که به طریقی که به استودیو انشاءالله کم بخونیم براتون. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر عزیز. باشد انشاءالله. محکم شوی برادر، در کدام موضوع باشه؟ انشاءالله من علی ملک و الله سبحان کلی دوستا و برادرایی که در غریبی قرار دارن الله سبحان برکت هر دو جهان براشون نصیب بگردونه. پروردگار با غنیمت زیاد به نزد پدر و مادر و یار و اقرباشون پروردگار باز بگردونشون. آمین یا رب العالمین. انشاءالله که ما همیشه دعاگو هستیم. خب نویسین دوستای عزیز، اگر کدام در این مدت هایی که مقصد آنهایی که در کنار ما بودن در کدام موضوعی که براتون پیسندیده هستن که ما خوندگی هستیم شه انشاءالله که نشیدوی بعدی نشیدوی نو کدامش براتون پیسند که هست انشاءالله بنویسین براتون انشاءالله که بخونیم شه.
بله. متاسفانه برادر عزیز، نه، غریبی. غریبی نو ثبت کردگی هستیم. یعنی پیشتر بود درباره غریبا دوستای عزیز که گفته بودن انشالله که ثبت کرده بودیم. انشالله بعدا همش میخونیم انشالله. آلبوم در موضوع غریبی برادرها گفتم غزل غریبی را بخونین انشالله که غریب افتادم و ره دورمی مادر، دور است و دایم و رنجورمی مادر. غریب افتادم و ره دورمی مادر، دور است و دایم و رنجورمی مادر. برای جنگیدن با قسمتی خود نیز خدا شاهید نمانده زورمی مادر. برای جنگیدن با قسمتی خود نیز خدا شاهید نمانده زورمی مادر. در این ملکی غریبی پر تلاطم من نیستم لحظه مجبورمی مادر. در این ملکی غریبی پر تلاطم من نیستم لحظه مجبورمی مادر. علمهای دلم را بر کی گویم من، میانی در دو غم ناجورمی مادر. نکردم روزهای من سراغت زان، به پیشی تو بسی معذورمی مادر. بسی جیحونیت از درد می نالد، چی بنمایم به بختی شورمی مادر. غریب افتادم و ره دورمی مادر، دور است و دایم و رنجورمی مادر. بله انشالله که میخونیم برادر. برادر سوره یاسین تلاوت کردن گفتن انشالله که برای درخواستی برادر که به همگی رسیدگی کنیم انشالله یک مبین یاسین میخونیم انشالله و بعدا سوره فاتحه انشالله تلاوت هر چی که براتون پیسنده انشالله که به قدر توان انشالله که در خدمت هستیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. خب دوستا و برادرایی که هستن نمیدونن آنهایی که حضور دارن اما لایکش میگن انشالله که بوجه خشکو داخل شوان یکم لحظه با شما هستیم انشالله که همگی بیاین یکم غزلی که براتون پسندیده هست انشالله بفرمایین در خدمت هستیم برادران در چی موضوع باشه در بس مادر نوشته بدن پیشتر راستی در وصف مادر انشالله که علیکم السلام و رحمت سوال برادران آنهایی که میخوان سوال کنن رقمای تلفن در می کانال ماندگی هستن انشالله که نویسین صحبت میکنیم در موضوع سوال عذر زیاد میتونه که مقصد نویسین با ما حتمی جوابتون میگردونیم ما تنها داخل شدیم تلاوت قرآن و خواندن نشید انشالله که بفرمایید در خدمت هستیم الله برکتتون عطا کنه زنده و سربلند باشین برای مادر انشالله که برای پدر برای مادر انشالله خوانده میشوه شما لایک بجخین تا اینکه دوستایی که خبردار نیستن انشالله که حاضر شوند یگام درخواست داشته باشن انشالله که در خدمت هستیم اگر مادر نباشد در کنارت بینوایی تو هزاران درد و غم داری میانی ماجرایی تو اگر مادر نباشد زندگی تلخ میگردد خدا شاهید همیشه دردمندی بی دوایی تو فلک با سازی بی مادر دیگر اصلا نمیرقصد تمامی دوستان بندد در را از برای تو کسی بهرت نمیگوید تو خوب استی دیگر بندم به یادت میرسد مادر
خلط خوری به پای تو پوشیمان میشوی آن دم که مادر رفت از پیشت ندارد هیچ سود گریه ها و ناله های تو و قدری مادری خود ای عزیزانم رسید آخر بشد هر تاری موی مادری سپید از برای تو بسا جیحونی و تو قد تو مادرت را تاج سر بین ما بود مادر انیسی جان فدا و رهنمایی تو. جزاک الله خیرا برادران. در واسه پدر در روی کاغذ اشک غم با خون دل ریزد پدر از جگری صد پاره ام داغی کهن خیزد پدر داغی کهن خیزد پدر اشکم بریزد هر زمان از دست غم ها بیگمان ای کاش می دیدم تو را در روی ایوانم پدر در روی ایوانم پدر عمرم به غم ها باختم در دیده جایت ساختم اما نمی بینم تو را ای نوری چشمانم پدر ای نوری چشمانم پدر برخیز و بر من کن نگاه از گوری تنگت قبلگاه آخر بده بر من دعا ای گوهری جانم پدر ای گوهری جانم پدر در سینه جایت میکنم جانم فدایت میکنم هر شب دعا میکنم نزدم بیا بار پدر نزدم بیا بار پدر حتی نمی بینم تو را در بین یار و آشنا رفتی کنون جای دیگر از من نمیگیری خبر از من نمیگیری خبر بین کی برایت سوختم صد جام از غم دوختم پوشم روم بر نزدتان در غم گریفتارم پدر در غم گریفتارم پدر تا کی شوم من انتظار در فصل سرما و بهار دیگر نمی آیی چرا در شام هجرانم پدر در شام هجرانم پدر این همزه ای بیچاره را کردی به غم ها مبتلا آمد به سر رنج و بلا بودی بلا گردان پدر بودی بلا گردان پدر. بله خب بفرمایید انشاءالله که اگم گفتنی ها باشن. بله دوستایی که نو آمدن امو لایک بجوخین تو اینکه دیگر رو با خبر شون. یکم لحظه با شما هستیم انشاءالله که یکم گفتنی باشه انشاءالله که در هر موضوعی که براتون پسندیده هست که ثبت کردگی هستیم
بفرمایین انشالله که براتون زمزمه کنیم. خدا خواسته باشه اینجا غزل‌ها هستن. دوستای عزیز، آنهایی که گوش کردگی هستن در داخلی یعنی که این شبکه ما چیزی که در از جانب ما برآمدگی است انشالله پیشنهاد کنین. دیگر موضوعها خطی موضوعهای لازمی که برای در شبکه ما هست از آن ما هست انشالله بفرمایین، در خدمت هستیم. یعنی بگ نبات ها انشالله که برای مادر میخونیم چی و نمیخونیم برادر. آه مادر جای تو خالی است از درگاه من، آه مادر جای تو خالی است از درگاه من، جان من دنیای من ای اختری تابانی من، جان من دنیای من ای اختری تابانی من، از کجا یابم تو را مایی به نوری خانه ام، از کجا یابم تو را مایی به نوری خانه ام، گشتم خاکی مزارت فضل بی پایانی من، گشتم خاکی مزارت فضل بی پایانی من، حولیت را مادرم از دور تماشا می کنم، حولیت را مادرم از دور تماشا می کنم، جانی مادر گفتنت را باز تمنا می کنم، جانی مادر گفتنت را باز تمنا می کنم، اشک می ریزم به یادت من شب و روز دائما، اشک می ریزم به یادت من شب و روز دائما، رفته با سنگی مزارت من مراسا می کنم، رفته با سنگی مزارت من مراسا می کنم، صد دریغا مادری جانم نمی یابم تو را، صد دریغا مادری جانم نمی یابم تو را، حمزه را در انتظاری خاکی راحت می کنم، حمزه را در انتظاری خاکی راحت می کنم. جونیک نبوتا برادر عزیز، الله سبحان برکتون عطا کنه. خب من خواهرم من میخوام درد دلش بفهمم که چی مقصد داشته باشه و چی مقصد شما این کلمه را می‌نویسین. چند وقت شید خواهر عزیز؟ خب رقمای ما هستن انشالله که نویسین صحبت میکنیم. مشکل شما چی هست؟ چی کم بود در جانب ما هست که شما این مسیر را می‌نویسین برای خواهر عزیز؟ الله حفظتان کنه. مشو غمگین زینا داری، مشو نومید زی بیماری، اگر تن دست و ناچاری، خدا داری چی غم داری، خدا داری چی غم داری، به عالم غصه بسیار است، یکی بایو یکی خور است، یکی بر لقمه زار است، خدا داری چی غم داری، خدا داری چی غم داری، فقیری گیریه دارد، غنی از شادی می بالد، یتیم از فکر می نالد، خدا داری چی غم داری، مشو غمگین عزیزی من، بحمد الله مسلمانی، شکر از اهل ایمانی،
مکن هرگز پشیمانی، خدا داری چی غم داری، خدا داری چی غم داری. فقیری کاری سنگین است، عجب سخت و بساقین است، حیات و بندگی این است. خدا داری چی غم داری، مشو غمگین عزیزی من، کنون حق را عبادت کن، دعا و حمد و طاعت کن، بگو یا رب اجابت کن. خدا داری چی غم داری، خدا داری چی غم داری. شکست و درد این عالم بیاید بر سری آدم، مکن ناشکری تو هر دم. خدا داری چی غم داری، مشو غمگین عزیزی من، اگر تو مرد میدانی، بخوان شیری همدانی. مرو بر جهل و نادانی، خدا داری چی غم داری، خدا داری چی غم داری. میرالی میلی که اون نفهمیدم هدفتون تلاوت شود خارجان برای برادرای غریب. انشالله برادرای عزیز تلاوت هم میکنیم، انشالله همه لحظه ها با شما هستیم. انشالله بفرمایین. موضوعی که در داخل یمی شبکه هستن کدومش براتون پیسند هست یا اینکه چگونه ای که براتون پیسندیده، انشالله بفرمایین. به طریق که به طریق منتج به استودیو انشالله که به طریق زنده میگن، انشالله که در خدمت هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات
صالحات ثيبات وأبكارا صدق الله العظيم. بله بفرمایید ان شاء الله برادر. این نبی جانم نویسین ان شاء الله. هر درخواست داره ان شاء الله بفرمایید. در داخل می شبکه ما باشه ان شاء الله. اگر با نزدیکتر باشن غزلای نزدیک باشه ان شاء الله در خدمت هستیم. بفرمایید. در طول فعالیتم یگان بار نگفتم که لایک بجقین. به خاطر هم میگم که آنهایی که خبر ندارن به اونها برسه، به خاطر اما لایک پخش کنید تا اینکه تمام دوستای عزیز، دوستا و نزدیکان ان شاء الله که خبردار شوند. نگام درخواست داشته باشن ان شاء الله در خدمت هستیم. خب نبی جان، ای نبی جانم ان شاء الله برادر عزیز ان شاء الله که تلاوت میکنیم. مقداری کم شه ان شاء الله تلاوت میکنیم سوره قیامت ها. از این غزل ای نبی جانم درخواست کردم برادرها. ان شاء الله برادر عزیز این سوزو در زندگی را ان شاء الله میخونیم. خوشا سرودی به یاد پیغمبر، بخوان درودی به نام پیغمبر. امیدی ما ز حق همین باشد، که مهر پیغمبر به یاد ما باشد. ای نبی جانم، ای نبی جانم، ای نبی جانم، نبی جان و دلم آرامشی جانم، روح و روانم نبی. ای نبی جانم، ای نبی جانم، ای نبی جانم، نبی جان و دلم آرامشی جانم، روح و روانم نبی. سلام قدسی بر روح پاکت محمدی امی، خوشا کنم سرمه دید خاکت محمدی امی. دلم تمنا به روز محشر شفاعت دارد، لقای روی مهی تو در راه جنت دارد. با تو دل صدا ندارد، شامی من زیا ندارد، شامی من زیا ندارد. بی مهرت بقا ندارد دلها، با عشقت بقا ندارد دارد، با عشقت بقا ندارد دارد. ای نبی جانم، ای نبی جانم، ای نبی جانم، نبی جان و دلم آرامشی جانم، روح و روانم نبی. ای نبی جانم، ای نبی جانم، ای نبی جانم، نبی جان و دلم آرامشی جانم، روح و روانم نبی.
بشین بکنجی دلی شکستم نبی نبی جانم بروز عقبا میانی غم شفاعتت خواهم تو شای مستان به من نظر کن ببین چی خارم من به مهری رویت به گفت و گوید ببین چی دارم من ای بهتر ز هر چی در این عالم محبوبی خدای هر یک عالم محبوبی خدای هر یک عالم در جانها که جان شود دیگر جان شد چون جهان شود دیگر جان شد چون جهان شود دیگر ای نبی جانم ای نبی جانم ای نبی جانم نبی جان و دلم آرامش جانم روح و روانم نبی ای نبی جانم ای نبی جانم ای نبی جانم نبی جان و دلم آرامش جانم روح و روانم نبی جان و دلم آرامش جانم روح و روانم نبی روح و روانم نبی این هم درد زندگی کدامش بود اوکی این سوز و درد زندگی یعنی که در وصف رسول الله می روان باشه این سوز و درد زندگی پایان ندارد پایان ندارد دارم سری شوریده سامان ندارد سامان ندارد دل دادم و بیمارتم در حسرتی دیدارتم مانند من آخر کسی جانان ندارد جانان ندارد دیوانه ته جاییم یک عاشقی سوداییم این درد و این سودای من پایان ندارد پایان ندارد دارو و درمانم تویی محبوب رحمانم تویی بی تو محمد این جهان رضوان ندارد رضوان ندارد یک شب بیا به خواب من آسودگر در روح من این دل بجوز از دیدنت ارمان ندارد ارمان ندارد از درد و غم دیوانه‌ام و از عشق تو پروانه‌ام جیحونی پر درد و غم
درمان ندارد درمان ندارد بله. در وصفی درباره مادر انشاءالله برادر. در وصف مادر باشد دوست عزیز. از تو دورم در غریبی مادری یکتای من، جانی من دنیای من ای سروری والای من. از تو دورم در غریبی مادری یکتای من، جانی من دنیای من ای سروری والای من. میبرد چشم و نگاهم با امیدی سوی تو، مادری ره انتظارم چشمی تو در راه من. می نمودی از ازل تو در نمازی خود دعا، با دعایت سرفرازم مادری غم خواری من. از تو دورم در غریبی مادری یکتای من، جانی من دنیای من ای سروری والای من. در سفر بودم همیشه با دعای خیری تو، رهبری من دولتی من مادری تنهای من. روزها رفت بهر فرزند انتظاری میکشی، عمری شیری نت کجا شد شهدی بی پایانی من. موی های مشک مانندت به مثلی برف ها، سفید گشت ابروانت مادری جانانی من. من که دورم در غریبی یادی مادر میکنم، همزه دور از دیارم مادری غم داری من. از تو دورم در غریبی مادری یکتای من، جانی من دنیای من هم سروری والای من. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب بفرمایین برادران. سوره الرحمن گفته بدن، اگر برادران اینجا باشن انشاءالله که یک چند آیت انشاءالله تلاوت میکنیم.
عذر زیاد آنهایی که ما نخواندیم عذر زیاد میپرسیم برای که الحمدلله که 111 نفر هستند اینجا. خداوند همیشه موفقتان بگردانه. الله سبحان سرفرازی هر دو جهان براتون نصیب بگردانه. خداوند در عمر جانتان برکت چه عطا کنه پروردگارا. سرفرازی و سربلندی هر دو جهان براتون نصیب بگردانه. سوره الرحمن یک چند آیت انشاءالله تلاوت میکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم. بله بفرمایید دوستان. الله سبحان برکتون عطا کنه. خداوند کل غریبا را در حفظ امنش نگهبان باشه. پروردگارا سرفرازی هر دو جهان براتون نصیب بگردانه. پروردگارا هیچگاه دستی که من نبینین خداوند موفقتان بگردانه. الله سبحان به تمام خواستایی که در خلتون هست برآوردش بگردانه. آمین یا رب العالمین. برسونتون. خب بفرمایین برادرها. انشالله که هر نشیده که براتون سوال ها رو برادرای عزیز انشالله که در شبکه رقم های تلفن هستن انشالله که میتوانین سوال ها رو نویسین در واتساپ باشه یا ایما باشه انشالله که جواب میگردونیم. عذر زیاد. بلبلی سخنگو لا اله کدام بود برادر؟ لا اله. اما مصره اولش آهنگش راستی خیلی بخشید چیکار نکردیم.
إله لا إله إلا الله 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 ما رازی خواب غفلت بیدار کن خدایا هر دم گهی به یادت هوشیار کن خدایا هر دم گهی به یادت هوشیار کن خدایا مقبول کن عجابت وقتی سحر دعایم معلوم ساز معلوم اظهار کن خدایا معلوم ساز معلوم اظهار کن خدایا دیوانه ساز و حیران هم است و بی خودم کن هر دم زی جام وحدت سرشار کن خدایا هر دم زی جام وحدت سرشار کن خدایا ما را بده محبت مهرت زیاده گردان شکر بکن بدن بیمار کن خدایا شاکر بکن به دردت بیمار کن خدایا در وقت جان دادن تلقین لا اله انداز بر زبانم تکرار کن خدایا انداز بر زبانم تکرار کن خدایا لا اله الا الله 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 بعد از وفاتم ای دوست بکشا دری ز جنت زانجا درون جنت گلزار کن خدایا زانجا درون جنت گلزار کن خدایا خیزند عاشقانت فردای روز محشر ما را الهی روزی دیدار کن خدایا ما را الهی روزی دیدار کن خدایا رحمی بکن به شهدی یا رب بده تو توفیق ما را برا انداز در کار کن خدایا ما را برا انداز در کار کن خدایا لا اله الا الله 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 محمد رسول الله. نبی و اسدالله برادر عزیز، انا ذکری تو چی شیرین است، لیکن مومود تکستش خیلی شید دیگر رسید کامپیوترم نیسته تا حفظ نیستن برادر عزیز، عذر زیاد. انشالله که اگه چیز دیگر درخواست کنین اگر امکان باشه حتمی براتون میخونیم برادر اسدالله برادر عزیز. انشالله اگه چیز دیگر پیشنهاد کنین که خب سوره یوسف بخونیم قاری جان باشد. دادر بیکس صادق خواب انشالله برادر عزیز. یک تا برای پدر حتمی برادر خواهر عزیز انشالله برای پدرم میخونیم. سوره قیامت هم انشالله که یک چند آیت انشالله میخونیم.
سوره یوسف میخونیم، یکم قسمی که برادر در نظر دارن انشالله میخونیم، بعدا سوره قیامت یکم آیاتش میخونیم انشالله، بعدا با در خدمت هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه.
بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم. خب الله سبحانه موفقتان بگردونه. برادرایی که نشید گفتن خب
چی نمود نشید خوب باشن در بالا. سلمان و انشالله که انشالله دلیر جان یا را سوره تینه میخونیم بعدا مادر کو درخواستی برادرها 161 نفر این 170 نفر شدن آنهایی که مقصد ثبتای نشیدهای ما را گوش کردن و کدامش براتون پیسنده هست انشالله که میتونین درخواست کنین به طریق زنده انشالله که در خدمت هستیم یک مدت معین الله سبحان موفقتان بگردانه خداوند دل من نشیدی همی قاری جان همین نشیدی دلیم سیدای محمد صلی الله علیه و سلم کدام باشه جانم فدایت یا مصطفی محمد. خب انشالله در وصف پیامبر جانم فدای نامت یا مصطفی محمد جانم فدای نامت یا مصطفی محمد میرم به هر کلامت یا مصطفی محمد میرم به هر کلامت یا مصطفی محمد از جان و صد برابر جانی که در بدن هست بین مایم احترامت یا مصطفی محمد جان را نثار کردی به امتان عاصی بر امتان خامت یا مصطفی محمد بالا ز کل دنیا بالا ز عرش بالا نزد خدا مقامت یا مصطفی محمد ما را نما شفاعت گرچند پر گناهیم تا بردیم سلامت یا مصطفی محمد با فضل و عزن الله ما را نما بهشتی با مژده و پیامت یا مصطفی محمد جانم فدای نامت یا مصطفی محمد میرم به هر کلامت یا مصطفی محمد. سلامت باشن برادرها. خب بفرمون انشاءالله. بله برادر. بله تاجیکستان ده برادر عزیز زنده و سربلند باشه. الله سبحان برکتتون عطا کنه برادرها. این اکثر 65 نفر هسته. الله سبحان موفقتون بگردونه. خداوند برکت هر دو جهان براتون نصیب بگردونه. الله سبحان در زندگیتون در عمر جانتون در خاندانتون برکت چه عطا کنه. خداوند به تمام خواسته های قلبتون هر یکی شما برسانتون پروردگار. آنهایی که در غریبی هستند الله سبحان به سرفرازی به سربلندی پروردگار به نزد پدر و مادرشون باز بگردونه شما. امین یا رب العالمین. خب بفرمایید ان شاء الله که آنهایی که
سوره والضحی انشاءالله میخونیم برادر، خدا خواسته باشه. خب اون 170 نفری که هستن میتونی به طریق آنلاین انشاءالله که هر نشیدی که گوش کردین، نشیدهای نزدیک، یعنی که در زمانهای نزدیکی ثبت کردگی هستیم، انشاءالله بفرمایین به طریق زنده انشاءالله که در خدمت هستیم. یعنی که ثبت MP3 نیستی. اکثریت برادرها انشاءالله که این کنه میخواستن، خب این صحبت میکنیم، صحبت آزادی، صحبت آزاد، هر نشیدی که برای شما پسند هست انشاءالله در خدمت هستیم. در وصف پدر باشد، در وصف پدر. پدر قید حیات هستن برادری که نوشتن در وصف پدر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با کلی سوره فلق انشاءالله که برادر میخونیم. انشاءالله برادر میخونیم که برادر رو درخواست کنن یکم برادرم. من نشیدهایی که من خودم ثبت کردم در شبکه‌ام که گوش کردگی باشین اگر انشاءالله بفرمایین. الله سبحان پدر عزیزتون رحمت مغفرت کنه، پروردگار جنت الفردوس الاعلی را براش نصیب بگردونه، پروردگار را برای شما صبر جمیل عطا بفرمایه. آمین یا رب العالمین. برادر عزیز سوره یوسف برادر عزیز بالاتر خوانده میشه که پریامبر افیر سخرین میشه، میتونه گوش کنی برادر. یعنی که در وصف پدر گفتن صلی الله علی نوری. عذر گمان میکنم که شعرهای نشیدهای دورتری ما بودن، متاسفانه تکستاش پیش من نیست. به همین خاطر من درخواست کردم که نشیدهایی که بعداً 2022 23 22 23 باشه انشالله که در خدمت هستیم. اونا دورتراش کمترک راستی هم اینها در خاطر انسان نمیستن، یعنی که کامپیوتر موندگی من ثبت میکنم میگذارم شما برادر عزیز. انشالله که اگر مستقیم یگم نشیدهایی که بعدی ثبت کردیم، یعنی که نزدیکی ها دا باشن انشالله تکستاش پیش ما هستن، انشالله که در خدمت هستیم برادران. خب در وصف پدر گفتن برادر، در برای غریبی انشالله میخونیم برادر. یعنی انشالله امروز زمزمه کنیم در وصف پدر گفتن. خوش آمدن 191 نفری که اینک صدای ما را میشنوند. الله سبحان موفقتان بگردونه، خداوند برکت در خاندانتان عطا فرمای. پروردگار را در زندگیتون، در خاندانتان، در عمر جانتان پروردگار برکت چه عطا کنه. خداوند سرفرازی هر دو جهان براتون نصیب بگردونه. آمین یا رب العالمین. در برای غریبی انشالله میخونیم برادر. در وصف پدر رو بخونیم انشالله که برادر درخواست کردن در وصف پدر. خدایا قبلگاهم را سپردم من به درگاهت، منور کن تو قبرش را چو آن خورشید و آن ماهت. خدایا بلبلش گردان به نزدی منکر و نکیر، که هر دم در زبانش بود صفاتی ذکری الله. خدایا چون رحیم و بی زوال و لا مکان هستی، سپردم من عزیزی قلب خود را در پناهگاهت.
خدایا قبلگاهم را سپردم من به درگاهت، منور کن تو قبرش را چو آن خورشید و آن ماهت، زی آبی کوثرت سیراب گردان تشنگانت را، که این دم عاشقین آمد رسید بر آخری راهت. به یادت ای پدر جانم درونم سخت می سوزد، بخوانم آیت قرآن ببخشم من به ارواحت. خدایا قبلگاهم را سپردم من به درگاهت، منور کن تو قبرش را چو آن خورشید و آن ماهت. بله برادر بخ انشالله که حتمی میخوانیم سوره ضحی را، فقط کمک فرصت ما بده انشالله که کمک موضوع نشید میره بعدا تلاوت قرآن میکنیم برادر عزیز. در بسی کلاب خوانده بدین. بله برادر عبدالله سیمیدین زاده، بله خوانده بدیم. خب چی خدمت کنیم؟ در بسی پیامبر خونیم انشالله میخونیم. دلیر جان یارو، یعنی که در امو بانری گلاون یمو یوتیوب نگاه کنین، در گلاونش بانر است یا که اپیسانی دیکو او کانال ای همه آخرون وقتی انا ویدیو گلاونی ویدیو مقصد انا نمیدونم در شما چی میبرویا، هم وقتی میدروی پیوسته که پلیلیست میبرویا مخیر میبرویا در آخر او کانال هسته همجا نگاه کنین، همجا رقمای تلفن هستن برادر، یا اینکه در همین صورت هست، یا اینکه نویسین گیرین 933 4906 933 4906. خب خب درباره زمین لرزه ترکیه یک نشید بود برادرمان محمد جان جلیل زاده برادر درخواست کردستیان، یعنی که در وصف ترکیه بود زمین لرزش، همون یک نشید ثبت کرده بودیم. اگر شنیده باشین دوستا همون درخواست دارن انشالله که به سمع برادر انشالله که برسونیم خوب میشود. دلم بر حال طفلانی تگیب مانده می سوزد، به حالی زاری پیرانی بسا درمانده می سوزد، هزاران نوجوانان را به خون آغوشته می بینم، دریغا این که مکتوب ها ای بس ناخوانده می سوزد، به خاک یکسان هزاران خانه و ایوان و بام و در، خدایا این چه سنجشیست دلی صد بنده می سوزد، الها چاره بیچارگان هستی در این عالم،
لبی تشنه خونشار همه پرکنده می سوزد. خداوندا برس مرداد مؤمن ها در این ساعت. هزاران طفل معصومی کنار از خنده می سوزد. دعای بنده عاصی شنو مهربانی ما. دل اقبال غریقی غم دوانا کرده می سوزد. از نوحی عبدالرحمن جامی برادر عزیز، یعنی درخواستی برادرم در وصف به نظرم که مصیبتی که بالای مردم کلاب باستانی آمده بود، برای اون یک نشید ثبت کرده بودیم. پیشتر یک برادر درخواست کردم. انشاءالله برادر سوره ضحی را میخونیم، سوره تین هم میخونیم خدا خواسته باشه. غم شریک و غم گسارم بهر تو کلاب من. هم ردیفی دردهایت این دلی حیران من. میچکد خون از دلی از جگری صد پاره ام. در خیالت لال مانده این سر و سودای من. نوجوانان گل عروسان خاک بر سر گشتند. مانده در غم تا قیامت مردمی کلاب من. چون شهیدی کربلا در راه حیرت داده جان. زار و نالان مانده امروز مادری کلاب من. در زمین خوابند مردم بی سر و پا و حقیر. میدمد خون از تنی هر شهیدی کلاب من. با دعا باشید عزیزان بهر این جان باختگان. رفته اندر کام مرگ چند دین شهید کلاب من. همزه دور از وطن نالد به درگاه خدا. اشک غم در دیده دارد مردمی کلاب من. بله برادران، خب بفرمایین. سلام برادر دیگر ایلاوگی باشه انشاءالله در خدمت هستیم، بفرمایین. اگر نباشه انشاءالله تلاوت میکنیم خارج میشیم. با فرصت هاشید فردا انشاءالله که با کنارتان هستیم. انشاءالله که باید ثبت کنیم یک نشید. خدا خواسته باشه فرصت هارم تنگتر هستن. زنده باشی. انشاءالله همیشه دعاگاه هستیم. خب
الله سبحان مادری عزیز تان رحمت مغفرت کرده باشه. خداوند جنت الفردوس الاعلی را برای مادرتان نصیب بگردان و پروردگار برای شما صبر جمیل عطا بفرماید. انشالله که همین خیلی جمع باشین، انشالله سرجمع باشیم. هر بیگه انشالله که هر بیگه هم که نباشه در یک هفته یک مراتب انشالله پیاموی فیر سرمتیم انشالله سرجمع میخیل رسید. انا وقتی داخل میشیم یک نفر دو نفر خطی یا 10 نفر خطی نمیشه و اگر خیلی سرجمع باشین انشالله که 178 نفر هستن الحمدلله. انا خیلی با برای انسان یک الهامی میبخشه انشالله جمعیت ما. خب خدا برکتان ته انشالله. اگر گفتنی دیگر نباشه برادرمون نوشتن برادر این نبی جان خوندیم یعنی که هست خدا خواسته باشد افیر سخرین میکنیم حتمی میتوانی که تماشا کنین شه. الله برکتون عطا کنه. خب سوره ضحی و سوره تین گفته بدن در بالاتر انشالله تلاوت میکنیم بعدا دعا میکنیم و خارج میشیم انشالله. با فردا خدا خواسته باشه انشالله سرجم با صحبت میکنیم با درخواست های شما را قبول میکنیم. الله برکتون عطا بفرمایه. آیت 27 تا 29 انشالله که خب ما یک لحظه انشالله فرصت ها شید حتمی برادر ثبت میکنیم. سوره فتح ثبت میکردین از آیات 27 تا 29 انشالله برادر حتمی ثبتش میکنیم. جستجو میکنیم حتمی ثبتش میکنیم انشالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. سوره فاتحه گفتن انشالله که فاتحه را میخونیم بعدا دعا میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لكل أمة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پروردگارا هر یکی ما را در راه دین الصراط المستقیم استوار بفرما یا پروردگارا. سرفرازی هر دو جهان برامون نصیب بگردان و پروردگارا. در امر جانمون در خانواده‌مون برکت چه عطا کنه پروردگارا. آنهایی که مادران از کنارشون نیستن الله سبحان اولا براشون صبر جمیل عطا بفرمایا و پروردگار مادر و پدران عزیزشان جنت الفردوس الاعلی را براشون نصیب بگردانه و آنهایی که مادرشون و پدرانشون در قید حیات هستن الله سبحان توفیق در قلبهاشون عطا کنه قدر پدر و مادر بجا بیارن احترام پدر و مادر بجا بیارن. خداوند سبحان برکت هر جهان برای هر یکی ما نصیب بگردانه پروردگار خاندان ما را پر از برکت خودش بگردانه. هر کی را مراد است مقصود است حاجات است الله سبحان برآورده خیر بگردان. پروردگار را درخواست کردن در حق غریبان الله سبحان کل غریبان در حفظ امان خودت نگه بدار پروردگار را با غنیمت بی زیاد با سرفرازی پروردگار را بر سرزمین بر تاجیکستان عزیز بر بگردانشان پروردگار را. سرزمین ما را همیشه صلح و آرامی و آسودگی را پروردگار را همیشه جاری بگردان پروردگار را. هر کی را مراد است مقصود است حاجات است برآورده خیر بگردان. خداوند در عمر جانمان در خانواده‌مان برکت عطا بفرمانه آمین یا رب العالمین. انشاءالله که برادر سلیمان خدا خواسته باشه فردا اگر عجل امان باشه انشاءالله با خواستی پروردگار داخل میشیم. برادر علی عیسی و برادر عزیز انشاءالله که سوره الرحمن یک چند آیه خوندیم در بالاتر انشاءالله که افیر سخرانین میکنیم بعدا میتونین که دسترس کنین گوش کنین برادر عزیز یا فردا انشاءالله داخل میشیم. اگر فردا فرصت شد انشاءالله میخواید لایک بذارین که 212 نفر هست الحمدلله. انا دلم میخواد که کنارتون باشم اما متاسفانه برادر عزیز ثبت دارم یعنی که در حالت ثبت قرار دارم. انشاءالله که ثبت که باید بکنم انشاءالله بعد ثبت انشاءالله فرصت خوب باشن با خدا خواسته باشه کنار شما هستیم با دعا باشین در حق بنده دعاگو باشین. نمبرای واتساپ پرتین خارجان نمبر واتساپ من نمیتونم خیلی برای شما روان کرده انشاءالله که میگم رو بردار کنین گیرین انشاءالله براتون میتونیم با نگام گفته باشه یگام موضوع براتون مهم باشه یعنی که شما میتونید که یگام موضوع براتون مهم باشه میخواهی که مقصد به طریق نشید وارد ثبت شوه میتونید که در رقمای ما نویسین اما موضوع های مهمی که برای شما درباره زندگی باشه برای مادر باشه برای غریبی باشه. من در غریبی نیستم. حالت غریبی را شما بهتر خوبتر میدونین. در غریبی باشه در هر موضوعی که باشه شما میدونید که مقصد که ما بیان کنین. انشاءالله که یک شاعر هست
شاگردی همیشه ایجاد هستن. خداوند امر درازی با برکت براشون نصیب بگردانه. نوریدین جیحونی هستن انشالله که با اون میتونیم ما مقصد گفته های شما را مصرع های شیر کنن و اونا نشید ها ثبت کنیم. یعنی که فقط به طریق واتساپ میتوانیم که مقصد برای ما درخواست کنین. 933 رقم های ما بگیرین انشالله برادرها در صحبت باشین. هر گفتنی که باشه انشالله که در خدمت هستیم. 933 4906 اگر برادر باشن نویسن انشالله. مگه نویسن نمیتونم. 933 4906 نویسه انشالله گذارین. برادرها گیرن، برادرایی که درخواست کردن که رقم های تلفن پرسیدن. الله سبحان سفر برادر بهروز امانویچ، الله سبحان سفر بی خطر براتون نصیب گردانه. خداوند ساق سلامت با سربلندی الله سبحان هر جایی که سفر دارین الله سبحان ساق سلامت برده رسانتوند. فالله خیر حافظ و هو ارحم الراحمین. بار دیگر کل غریبا را که برادر درخواست کردن در حفظ امان خودش نگهبان باشه. پروردگار ساق سلامت به غنیمت زیاد الله سبحان به نزد پدر و مادر تفلکا و یارو برادرها پروردگار برسونشون. آمین یا رب العالمین. خب بار دیگر 933 نجا برادر نویستن 933 4906 انشالله که میتوانین برادرای عزیز یعنی که 5 پاره برادر عزیز با هر جای قرآن برداشتی فهم خون الحمدلله. الحمدلله که زندگانی قرآنی داریم. شکرانه اسم زیبای پروردگار انشالله که همین الله سبحان حفظتان کنه. خداوند یار مددگارتان باشه. ما در ناحیه عبدالرحمن جامی کوی بیش. خداوند برکتتون عطا کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب یگم من وقتی ثبت میکنیم یگم نشید چیزا انشالله که یگم کامنتاریان انتظار هستیم. نوشتین فکرهای شما برای ما مهم هست. یگم فکرهای باشن انشالله هر یک نوشتجات شما را ما نظر میگذرانیم. یگم فکرانی که باشن انشالله میتونیم به طریق کامنتاریا در تگای ویدیو انشالله که نویسین. خدا یار مددگارتون باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ برادر عزیز.